السلام علیکم سړی ستړی مشي سړی ستړی مشي مانه موږي تا ته وایم ستړی مشي خدای خو در راوړی ورونه ای ما افغاني روپۍ نه مفتم خلاص ما سرګي کاپته بوچه په پښتو نه پوهېږې نه افغاني روپۍ نه مفتم خلاص ما سوچا سرګي کاپته دا خو در راوړه د سپي بشي دلته چیشته راغلی دی ما افغاني رو قدر نمفهم بس سخی نمفهم فقط قدر ما ازارگی قدر ما کبده باچه خاله ما برید با پارسی میپامی فارسی رو میدونم افغانی رو پیدا مفتم ما بس از تو پرسان کردیم پیشتر با پشتو گفتم که مانده نباشی جور بشی جر بشی جر شاید تو بخیر تو خیره طبیعت برابر ده دیوالان شده بس ماخ نکو خیری پاک بی از مرا شوران دی برای توی از تو شیخ میشه گوشت ماخ کم کن تو چیز بالای خدایی تو دقیق مفهمی نه کم ماخ کو بخی قدر روی از مرا شوران دی با قرآن که دانید امی تو خروری نسوار بویم تو چیز بگی ناسی داره ترگموه با خدا تو مزه میده گلی گلا بری خدای خدا راوله برار استرده مشو پخیر راغله قدر نکو خیر از مطور مخوره خدای خدا راوله خب ما یک سوال از پیشید میکنیم با ما یک جوابی بسیار محکم بگو خب سوال خوره بگوی ما یک بسیار شوقی سیم خود دلای ما با قرآن سیاسی سازی رنج و تکلیف دنیا ما یک غزل برید میخوانیم یک بازی بری ما بکن بیخوان قدر من قدر شوقیم با خدا چیزی سه غزل در بلده از پشت پو میکنم بیخوان کمی پستر برو کمی لیورس برو یتا د منګي غاړه میشنه لمن می سپینه سنم ګل په غاړه می زنګېږي تاویزونه سنم د منګي غاړه میشنه لمن می سپینه لیلا ګل په غاړه می زنګېږي تاویزونه لیلا د منګي باس کاکای از چیز مگم دسته کاکای فقط بلده از من ازرگی خواندن کنم بلده از تو پیشپوی ازرگی میکنم پیشپو چی است؟ یعنی بازی ازرگی میکنم بلده از تو بازی ازرگی رو مفهمی نه ما کو با ازرگی هیچ نمیفهمیم خب من دیگه افغانی تاسو نمیفهم گم کو دیگه قدر بلده از من باید افغانی نخون که من بلده از پشپو نکنم خب ما یک سوال دیگه از پیشید میکنیم خب بگوی سوال خوره همی پلوان خو از ما اصلا میزمینی ما تو چی کار آمدی ما هیچ گم خر خوره بیچارم پس توی خانه خمرم تا غل خوری چرا قلی دی دلتا نه غل نیم ما مردم غل بیاقل مگم تو چیز بگه کاکای گپ خوره دانسته دی زور شده چیز بلای خدا بودی جیلی بود پری بود کجا کلی از برا کس کردیم مولا عبدالله غندکی خدا رسیم نه خدا خلاص مخکره شده سپی بچیه خدا راستی خیشتنگ از من پاره کرد